دادگاه شهرنو بر اساس مراجعت پدر و مادرش یک ساکن 31 ساله نویه را موظف کرده است که هر ماه به والدان کهنسالش 300 سومانی الیمنت بسپارد. منوره شکورова مادر این ساکن شهرنو گفته است که پسر خردیش در خانه خسور و خوشدامنش خانه داماد زندگی دارد و پدر و مادر پیر خود را نگاهبین نمی کند. این زن 60 و شوهرش 73 سال سن داشتند و به علت بیماری مستقلانه تامین کردن زندگی خود را ندارند. به گفته مادر مشتپر پیشتر یک دخترش از حساب دوزندگی آنها را نگاهبین میکرد، لیکن او هم جراحی شد و 6 ماه باز کار کردن نمیتواند. در تاجیکستان سرکشی فرزندان از نگاهبین والدان پیر همچون یک عمل ننگین در جامعه سخت محکوم کرده می شود و از فرزندان خود طلب الیمنت کردن والدان نیز به سر خود حادثه نادر به شمار می رود. این در حالی است که طبق ماده 88 کودکس عالی جمهوری تاجیکستان فرزندان بالغ قابل محنت عهده‌دارند که والدان غیر قابل محنتی به کمک محتاج خود را نگاهبین نمایند و نسبت آنها غمخوار باشند. ادوکات دولتی محسن جان غنیف بر اساس امین ماده قانون به دادگاه نویه شهرنو عریضه دعواگی نوشته از دادگاه خواست که از حساب جوابگر برای تامین والدان پیرانسال غیر قابل محنت الیمنت به منفعت ما شکورov ستار و شکورov منوره هر ماه 300 سومانی مبلغ استوار تعیین کرده شود. دادگاه با صدور حلنامه‌اش این درخواست پدر و مادر محتاج به نگاهبین را قانع گرداند.